سلام، من صادقم و خیلی خوش اومدید به پادکست UX راز. UX راز هم جاییه که در مورد UX صحبت میکنیم و ریویو میکنیم، تکنولوژی بررسی میکنیم. چند تا نکته در مورد کورس های UXی میخواستم بگم که چجوریه، بهترین کورس ها کجان و چجوری میتونیم پیداشون کنیم. شاید بلد باشین از قبل، شاید هم نباشین. اگه بلد هستین که هیچی میتونی اسکیپش کنین بره ویدیو رو، و اگرم میخواین یاد بگیرین تا آخر ویدیو دنبال من، یعنی همراه من باشین. Let's go بریم ببینیم که بهترین کورس های UXی که میتونیم بگذرونیم کجا هستن و چجوری میتونیم پیداشون کنیم و اصلا چجوریه قضیه. Let's go. خب ببینید، وارد سایت کورسرا میشیم. کورسرا در واقع مرجع تمام کورسای آفیشال دنیا، یعنی تمام کورسای آفیشال دنیا از دانشگاه‌های مختلف و اینا میان داخل کورسرا و اینجا برگزار میکنن دوره‌هاشون. وارد سایت coursera.org میشیم و یه قسمت داخل سرچ میکنم گوگل UX دیزاین. بهترین کورسی که برای UX دیزاین میتونین پیدا کنین و هم حرفه‌ایه و هم به دردتون میخوره، گوگل UX دیزاین پروفشنال سرتیفیکیت، که اینطوریه که پروفشنال سرتیفیکیت و مدرک حرفه‌ای بهتون آخرش داده میشه و کاملا گلوبالی ارزش داره و داخل رزومتون هم بسیار با ارزشه و کلی هم اسکیل داخل این مدت یاد میگیرین. اینجوریه که 7 تا دوره هست، 7 تا دوره رو باید بگذرونین تا تمومش کنین. از بگینر لول شروع میشه تا ادوانس و 6 ماه طول میکشه اگر هفته ای 10 ساعت براش زمان بذارید. من ایزاره بروزنم و کوچیک‌تر کنم که بیادی کنار. اوکی. اگر 10 ساعت هفتگی براش وقت بذارید 6 ماه طول میکشه که این 7 تا کورس رو بگذارونید و تمامش کنید و سرتیفیکیتش رو بگیرید. اسکیجولش هم فلکسیبله، اینجوریه که ویدیوها رو میبینید، بعدش کویز ازتون گرفته میشه و یه سری مثلا ریدینگ داره، ریدینگ ها رو میخونید، یه سری حالا لینک داره، بهتون لینک ها رو میدن، مثلا میگن که این لینک و این لینک و این لینک ها ببینید، مثلا اینجاها درموش توضیح دادیم، بخونید حتما اینا رو برای اطلاعات خودتون و بعدم توی کویز ممکن ازتون سوال بپرسن و آخر هر هفته کویز ازتون گرفته میشه هفتگی. ولی یه سری کویز هم بعد از هر چند تا ویدیو ازتون گرفته میشه که نمرش حساب میشه با کویز هفتگی. و در نهایت آخر کورس هم کویز فاینال رو میدین که بعد گریدتون رو مشخص میکنه. اگر بالای 80 بودید پاس شدین و سرتیفیکیت کورس رو بهتون میده. این دوره کلن فکر میکنم که با مثلا تکس و مالیات و ایناش در میاد حدوداً $400، یعنی هر دورش فکر کنم $49 آمریکاست. گفتم 7 دوره است، $49 آمریکاست، ولی بهتون اسکالرشیپ میده، بهتون بورسیه میده. گوگل خوبش اینه که اکثر کورسایی که داخل کورسرا داره فاینانشال اید بهتون میده. یه گزینه اینجا داره کنار دکمه انرولد، اینجا من قبلا اینو گرفتم و تمامش کردم. یه دکمه داره به اسم فاینانشال اید اویلیبل، این که میگه که فاینانشال اید اویلیبل برای این کورس. من میزنم روی این دکمه، کورس اول انتخاب میکنم، نکست رو میزنم، میرم جلو. پرایسش هم این بالا نوشته اورجینال پرایس 49 بدون تکسه در واقع. دکمه نکست رو میزنم، کانتینیو رو میزنم، وارد صفحه میشه.
میگه چند تا فیلد براتون میاره، میگه ادویکیشنتون چیه، من گذاشتم کالج دیگری هم، حالا هر چیزی که باشید اوکیه، مهم نیست. بعد میگه که سالانه درآمدتون چقدره، من زدم 0، هیچی درآمد ندارم. بعد گفته که وضعیت کاریتون چجوریه، من گذاشتم که بیکارم و هیچ کاری ندارم. بعد گفته که برای چی درخواست کمک مالی دادیم برای این کورس، بعد واسهشون توی قالب 150 تا کلمه توضیح بدید که چرا درخواست مالی دادید و نمیتونید از لحاظ مالی اینو در واقع خودتون پرداخت کنید و برید جلو. و یه نکته که بهتون بگم، اصلا نگید که داخل ایران زندگی میکنید و مثلا شرایط زندگی، شرایط سانکشن و در واقع تحریم و اینا هست، چون که کورسرا بر اساس قوانین آمریکا کار میکنه و به سوریایی ها و کوبایی ها و ایرانی ها خدمتی ارائه نمیده و باید هم با فیلتر شکن وارد بشید. زیاد مهم نیست که حالا مثلا چنج بشه آی پی تون هر سری، ولی اگر که با یک کشور ثابت برید بهتره. مثلا توصیه میکنم که مثلا با ترکیه چیزی برید، با VPN ترکیه جایی برید. اینو پر میکنید 150 تا کلمه رو یا بیشتر برشون. بعدی که آی ریویو اینفورمیشن رو میزنید که ریویو کردم این چیزایی که نوشتم و اینا اوکیه. بعد هم میزنید نکست، بعد وارد صفحه بعدی میشه. بعد میگه که چقدر میتونی از این کورس رو بدی. بعد میگم که یه دونه اسلایدر داره، من میگم که هیچیش رو نمیتونم بدم، 0 میذارمش رو 0، هیچیش رو نمیتونم بدم. بعد میگه که این کورس برای اهداف شما چجوری کمکتون میکنه. بعد واسه شون ریزن بیارید، دلیل بیارید که چرا این کورس به هدف شما کمک میکنه. این که مثلا به مثلا میتونید باهاش یه کاری رو در واقع ساین اپ کنید واسهش و برید اینترویو و توی رزومتون بذارید و از این حرفا. و براشون 150 تا کلمه باید حداقل بنویسید یا بیشتر که توضیح بدید که چرا مثلا به اهدافتون کمک میکنه این کورس. 2 تا تیک داره، یکیش میگه که کامیت میکنم، من متعهد میشم که این کورس رو تموم میکنم و اینکه اپلیکیشنمو که درخواست دادم تمام اطلاعاتم کاملا دقیقه. بعدم میگی که اینو بنویسید I agree to the terms above. اینو باید بنویسید براشون اینجا توی فیلد همین و بعد تیک I'm not robot بزنید و ریکپشاشو بگذارونید و بعدم ریویو کنید. دکمه ریویو براتون باز میشه که ریویو رو میزنید و حدودا بهتون توی یه نوتیفیکیشن بهتون میگه که توی 15 روز یا 30 روز به ایمیلتون جواب داده میشه که این کورس رو بهتون میدیم یا نمیدیم. معمولا 99% کورس رو میدن، اینجوریه که کورس رو بهتون میدن. اینجوری نیستن که خیلی سختگیری باشن و نخوان مثلا چیز کنن. و یادتون باشه که نگید که ایرانی هستید، میتونید بگید که داخل میدل ایست زندگی میکنید و شاید جالبی نداره میدل ایست برای پیمنت و اینا. خلاصه این یکی از بهترین کورس های یو ایکسیه که میتونید بگذرونید. یه سری از ویدیوهاش داخل چنل یوتیوب گوگل به صورت رایگان گذاشته شده، میتونید ببینید اونجا. فقط یه سریاش گذاشته شده، میگم 7 کورس از بگینر تا ادوانس و کاملا گلوبالی قابل قبوله برای هر جا که ساین اپ کنی، چه اروپا. حالا یو اس خودش خیلی سخت گیره توی رزومه ها ولی برای اروپا مثلا هلند و جای دیگه خیلی خیلی میتونه کمک کنه توی رزومتون که این سرتیفیکیت رو گرفتید و این اسکیلا رو بلدید و با این دیگری و این گرید مثلا قبول شدید. اینم سرتیفیکیتش، اینم لینکش.
لینکش هم داخل رزومتون حتما باید قید کنید، بنویسید. و آخر سر مثلا یه حالت اینطوریه که یه چیز مثلا اینطوری بهتون میده، میگه آره گوگل و خود گوگل هم امضا کرده و از کورسرا گذروندید و اسم مثلا اون کورسرا هم اینجا نوشته و اسم خودتون. این یکی از بهترین کورساییه که میتونید برای UX بگذرونید. یه دونه کورس دیگه هم هست، می داخل هوم پیج کورسرا. ببخشید اگر طولانی شده. بعد از این یعنی یکی از بهترین ها که گوگل. بعد از اینم توی سرچ من سرچ میکنم، مال شرکت متا UX میزنم. اینجا براتون چند تا چیز میاره که اینجا Principles of UX and UI Design اینو میزنید، وارد صفحه در واقع خود متا میشید، همون فیسبوک خودمون. وای میسیم تا اینترنت کندمون حرکت کنه. اوکی، من قبلا این کورس رو گرفتم، الان نمیدونم واقعا که فاینانشال ایدش اویلیبله برای این کورس یا نه، ولی یکی از بهترین کورس های UXیه که میتونید بگذارید. هم از لحاظ UXی واقعا تکمیله، واقعا عالیه. اینجا سطحش زده بگینر لول، ولی واقعا سطح ادوانسی داره، واقعا سخته مباحث UXش و UIش حالا باز آسون تره، چیز خاصی نداره، چون که بر اساس گایدلاین های خود متا پیش رفتم از لحاظ UXی، برای همین UXش یه ذره سخته، ولی ارزشش داره که بعد از گوگل این کورس رو بتونید بگذارید. حالا من نمیدونم واقعا فاینانشال ایدش اویلیبله برای این کورس یا نه. من این کورس رو گرفتم، فعلا دارم میگذرونمش و آخرشه دیگه که دیگه تمامش کنم و نمرش رو بگیرم و برم سرتیفیکیشن بگیرم و اضافه کنم به حالا رزومه. اینم از لحاظ گلوبالی همه جا قابل قبوله، حتی داخل US قابل قبوله، داخل ایران هم که دیگه پرفکت و خیلی عالیه. میتونید بعد از گوگل این کورس هم بگذارونید. و خواستم بگم که زیاد شده مثلا پکیج فروش هایی که مثلا 10 میلیون 12 میلیون تا 20 میلیون پکیج آماده میکنن و معلوم نیست چی میگن اصلا داخل اون پکیج ها و اصلا بازار رو ریختن به هم و اصلا هم چیزی یاد نمیدن و خب خودتون دیگه بهتر میدونید. بهترین جایی که میتونید چیزی یاد بگیرید کورسرا. معمولا همه دانشگاه ها یا همه فاندیشن ها یا همه کمپانی ها فاینانشال اید یا اسکالرشیپ یا بورسیه براتون نمیذارن، فقط بعضی هاشون هستن که فاینانشال اید رو براتون میذارن. یه دوره دیگه هست که خیلی پیشرفته است برای بچه‌هایی که خیلی دوست دارن وارد مبحث VR بشن، Virtual Reality، Extended Reality و MR و AR. یه کورس به اسم Developing AR, VR, MR, XR Apps with WebXR, Unity and Unreal Engine. Unity و Unreal Engine و WebXR بهتون یاد میدن که چجوری AR, VR, MR, XR رو با اپلیکیشناش کار کنید و دیولپش کنید. و بهتون اینو بگم که اینجوریه که هم از لحاظ UX هم از لحاظ UI VR فیلدیه که واقعا گسترده است و ادوانس و حرفه‌ایه و اگر ویژنی دارید برای آینده حتما برید به سمت VR به نظرم یا AR.
حالا XRش واقعا سخته، چون که عینک‌های XR مثل مایکروسافت لنز و اینا اونا دیگه خیلی گرونن. حالا مثلا از پس VR و ARش شاید بتونیم، ARش که عینک نمیخواد، ولی VRش حالا در حد $200 دیگه. مثلا آکیولس مثلا از خود شرکت متا هست یا شرکت های دیگه که میتونید دیولپ کنید براش و وارد فیلد UI UX VR بشین که چجوری دیزاین کنید. یعنی اگر میخواین برای خودتون ویژن بذارید، به نظر من در آینده وارد این VR و XR و AR بشید حتما. AR هم مبحثش جالبه، نیازی هم به عینک خاصی نداره. فکر کنم اصلا عینکش در حد 50,000 تومان 60,000 تومان اینا باشه. اینا خواستم بهتون بگم که از دانشگاه میشیگان داخل کورسرا بهتون اسکالرشیپ میدم با همون فاینانشال ایدی که بهتون گفتم. میتونید این دوره رو هم بگیرید اگر که علاقه‌مندید به VR و XR و MR و بقیه اپلیکیشن ها که با یونیتی و آنریل انجین و وب XR اینو مثلا توسعه بدید. صرفا توسعه نرم افزارهای VR و MR. در مورد UI و ایناش زیاد صحبت نمی کنن اصلا، ولی خب کورس هایی هستن که در مورد VR و یعنی UI UX VR صحبت میکنن، داخل کورس هم موجوده. من فعلا دارم ریسرچ میکنم راجبش که بهترینش رو پیدا کنم. اگر که پیدا کردم حتما در موردش ویدیو درست میکنم. جاهای دیگه هم هستن که فاندیشن های دیگه هم هستن که کورس های خیلی فوق العاده UX ارائه میدن. ما چون تعدادمون کمه توی UX کلاس نمیتونیم کامیونیتی درست کنیم که با هم دیگه پیش بریم، که مثلا من جای دیگه هم دارم میگذرونم دوره ها رو که شاید برای خیلی ها اصلا قابل دسترسی نباشه، ولی مثلا میتونم استریم کنم واسهتون که با هم دیگه بگذرونیم، سوال جوابا رو پیش بریم، کویزا رو پیش بریم، با هم دیگه یاد بگیریم. ولی چون تعدادمون کمه این فعلا قابل اجرایی نیست، چون تعداد کمه واقعا و بابتش نمیشه افورتی گذاشت. این دوتا بودن. متا رو حتما داشته باشید، گوگل هم همینطور. از پکیج فروش های ایرانی پرهیز کنید، اونا بدترینان، خبیث‌ترینان و قابل اعتماد نیستن اصلا. توی فیلد UX جایی که میتونید اعتماد کنید کورسرا. در آینده هم بقیه جاهایی که میتونید اعتماد کنید بهتون میگم که حالا این ویدیو نخواد طولانی بشه. اگر که این ویدیو برای خودتون خوب بوده که لایک کنید، اگر که برای دوستتون مفیده و همکارتون مفیده براشون ارسال کنید، و بهترین جایی که میتونید من حمایت کنید اینه که داخل یوتیوب کانال UX رو سابسکرایب کنید و به بقیه هم بگید که سابسکرایب کنن چنل رو. توی ویدیوهای بعدی در مورد کورسای دیگه هم صحبت میکنم. نمیخوام این ویدیو طولانی بشه. امیدوارم که هر جایی که هستید سالم و پیروز و موفق باشید. بای بای.